حرف بعدی ما چه هستش. مثل چکلات و چیله. چکلات همون شکلات هستش، چیله یک مکانه. بعدی حرف د هستش. د، حرف د. مثل دوس یعنی دو و دومینگو یعنی یک شنبه. و حرف بعدی ما حرف ا هستش. مثل اسپانیا و اکوادور. حرف بعدی ما حرف اف هستش. اف مثل فابریکا و فیستا. من بهتره بعد از اینکه اینا رو میگم این خطا رو بردارم که شلوغ نشه خیلی. فیستا. خب حرف بعدی ما حرف ج هستش. باز هم این حرف اگر که بعدش حرف ا، او و او بیادش صدای گ میده. مثل گوما یعنی پاک کن و مثل گواتمالا که نام یک مکان هستش. برای حرف جی اگر که بعدش حرف ا و ای بیادش صدای خ میده. خ مثل خنته و مثل خیرسول. خنته یعنی مردم، خیرسول هم یعنی گل آفتابگردون. میگم گیتاره، نمیگم میگل، میگم میگل. حرف اچه هستش. این حرف یه نکته تلفظی باید بنویسیم. اگر ما این حرف رو داشته باشیم بعدش حرف صداداری بیادش این حرف تلفظ نمیشه. مثلا نگاه کنید، من اینجا نمیگم هوندوراس، میگم اوندوراس. این اچه اینجا تلفظ نمیشه. اینجا نمیگم هوی، میگم اوی. اوندوراس نام یک مکان هستش، اوی هم به معنای امروز هستش. حرف بعدی ما ای هستش. ای هستش مثل ایسابل و اینتلیجنته. حرف بعدی ما اینتلیجنته هم یعنی باهوش. حرف بعدی ما خوته هستش. خوته فقط صدای خ میده. مثل خفه یعنی رئیس و مثل خویوس یعنی پنجشنبه. اما میریم سراغ حرف بعدیمون. حرف ک هستش. دقیقا صدای